ثروتمندترین مرد بابیل. در بابیل قدیم مردی بسیار ثروتمند با نام ارکد زندگی میکرد. او در همه جا با خاطر ثروت زیاد شهرتمند گردیده بود. او همچنین به خاطر سخاوتش نیز معروف بود و در بخشندگی هم خیلی سخاوتمند بود و برای خانواده‌اش هم هیچ چیزی را دریغ نمی داشت. او در مورد خزینه های خودش هم خیلی سخاوتمند بود، ولی هر سال مقدار ثروتش با سرعت بیشتری از خرج شدنش اضافه می شد. بعضی از دوستان دوری جوانیش پیش او می آمدن و می گفتن: ارکد، تو از ما خوش اقبال تر هستی. تو به ثروتمندترین مرد بابل تبدیل شدی، در حالی که ما برای بقا تلاش می کنیم. تو بهترین جامه ها را می پوشی و بهترین غذاها را می خوری، در حالی که ما باید خوشحال باشیم اگر بتوانیم خانواده‌مان را با یک لباس ساده و قابل قبول بپوشانیم و یک غذای معمولی برایشان بدهیم. با اینکه شرایط برای ما یکسان بود، زیر نظر یک استاد درس خواندیم، بازی‌های یکسانی کردیم. نه در بازی‌ها و نه در درس خواندن تو بیشتر از ما ندرخشیدی و در سالهایی که گذشت تو شهروندی محترمتری نسبت به ما نبودی. تا جایی که ما میدانیم هیچ وقت سخت‌تر و صادقانه تر از ما هم کار نکردی. پس چرا خدای دمدمی به تنهایی همه چیزهای خوبی زندگی را به تو بدهد و از ما که سزاوار آنیم دریغ دارد؟ سپس ارکد با اعتراض و نکوهش به آنها گفت: اگر شما از آن سالهای جوانی تا حالا نتوانستید برای خودتان چیزی به جیزیه یک نوع انداز که در مملکت‌های مسلمانی از غیر مسلمانان به طرز سرشماری گرفته میشد زندگی ساده تهیه کنید، به خاطر اینکه نتوانستید قانون‌های مدیریت ساختی ثروت را یاد بگیرید یا اگر هم یاد گرفتید آنها را رعایت نکردید، خدای دمدم میزاج یک خدای بدطینت است که هیچ عافیت دائمی را برای کسی به ارمغان نمیبرد. برعکس، تباهی و بدبختی را برای هر کسی که ثروتی باد آورده بر او جاری کند روا می دارد. او یک عده را اسرافکار و گپ ناشنو می کند که به زودی همه چیزی را که به دست آوردند اسراف می کنند و از بین می برند و بین کلی تصمیمات و آرزوها و میل طاقت فرسا که توانایی برآورده کردن آنها را ندارند غرق می شوند. در عوض انسان‌هایی که او به آنها مرحمت می کند خسیس می شوند و ثروت خود را ذخیره می کنند و از خرج کردن چیزی می ترسند، زیرا باوری دارند که قدرت دوباره به دست آوردن ثروت را ندارند. اینها نیز با ترس از دزدان و راهزنان گرفتار شدند و خود را به یک زندگی پوچ و بیچارگی مخفیانه محکوم کردند. شاید گروه دیگری هم باشند، آنهایی که می توانند ثروت بسیاری به دست بیارند و به آن اضافه کنند و همچنان شهروند شاد و خوشحال باقی بمانند، ولی آنها خیلی کمند. من آنها را کم کم می شناسم. به کسانی فکر کنید که به ثروت میراث اتفاقی برایشان رسیده و ببینید این چیزهایی که گفتم درست است یا نه. دوستانش تصدیق کردند که از بین کسانی که می شناختند و چنین ثروت میراثی به آنها رسیده است این جمله ها درست به نظر می رسد و از او خواستند که به آنها توضیح دهد که چگونه آن همه کامیابی را نصیب خود کرده است. او ادامه داد: در جوانی نگاه به دور و برم انداختم و همه چیزهای خوبی را که شادی و رضایت بر مغان می آورند دیدم. متوجه شدم که ثروت قدرت همه آنها را بالا می برد. ثروت این قدرت است و با ثروت همه چیز امکان پذیر می گردد. آدم می تواند خانه را با گرانترین وسایل زینت دهد، می تواند با کشتی به دریاهای دور به سفر براید، می تواند از غذاهای خوشمزه سرزمین‌های دور و برش لذت برد. آدم می تواند به کارگری سازنده آرایشات طلایی و به صیقلکار سنگ‌های زینتی استخدام کند. آدم حتی می تواند معبدهای بزرگ بنا کند. آدم می تواند این کارها را و خیلی کارهای دیگر را که باعث شادی، احساس و خوشنودی روح می شوند انجام دهد.
و وقتی همه اینها را فهمیدم با خودم عهد کردم که سهم خودم را از چیزهای خوب زندگی بگیرم. من از شمار کسانی که به گوشه می ایستند و با حسادت و لذت‌های دیگران نگاه می‌کنند نخواهم بود. من از پوشیدن لباس ارزان و فقیرانه راضی نخواهم شد. من هیچگاه راضی نمی‌شوم که سرنوشت فقیرانه داشته باشم. برعکس، خودم را دائم با چیزهای خوب ضیافت می‌کنم. شما می‌دانید که من پسری بازرگانی با خیرت هستم که با داشتن یک خانواده بزرگ امید به میراث پدر نداشتم و همین اتفاق هم افتاد و میراث به من نرسید. همانطور که خودتان روی راست می‌دانید با قدرت و خیرت خودم به این نتیجه رسیدم که اگر بخواهم و چیزهایی که می‌خواهم دست پیدا کنم به زمان و مطالعه نیاز دارم. در مورد زمان همه آنها به اندازه کافی دارند. هر کدام از شما به اندازه کافی وقت داشتید که خودتان را ثروتمند کنید. زمان تنها منبعی است که به طور یکسان بین همه انسان‌ها تقسیم شده، ولی همان طور که همه‌تان می‌دانید تنها چیزی که می‌توانید با آن افتخار کنید به خانواده خوب است. اما در مورد یادگیری مگر استاد فرزانه ما به ما یاد نداد که یادگیری بر دو نوع است. نوع اول چیزهایی که یاد گرفتیم و می‌دانیم و نوع دوم یادگیری این که بفهمیم چی چیزها را نمی‌دانیم. بنابراین تصمیم گرفتم که بفهمم چه طور می شود ثروت اندوخت و وقتی که فهمیدم که پول در آوردن را باید کار خودم قرار بدهم خوب به آن عمل کردم. بهتر نیست که از دراز کشیدن زیر نور تابان خورشید لذت ببریم، چون وقتی به دنیای تاریک مردگان می رویم غمها به اندازه کافی ما را فرا می گیرند. مرا به عنوان کاتب نسخه های خطی در تالار بایگانی به کار گرفتند و هر روز ساعت‌های زیادی روی لوحه های گیلی کار می کردم. هفته به هفته و ماه به ماه سخت کار میکردم، ولی چیزی بجز از معاشم زیاد به دست نمی آمد. خوراک و پوشاک و چیزهای دیگری که یادم نمی آمد. تمامی درآمدم خود به خودشون اختصاص می شدن، ولی هدفم از من جدا نمی شد. و آنگاه روز الگمیش قرض دهنده به خانه مدیر شهر آمد و یک کاپی از قانون نهم سفارش شد و من گفتم که او در ظرف 2 روز به این نیاز دارد. اگر بتوانم تا آن وقت آن را آماده کنم او 2 تنگه برنجی به من می‌دهد. بنابراین سخت کار کردم، ولی آن قانون خیلی طولانی بود و وقتی الگمیش بعد از 2 روز برگشت کار هنوز تمام نشده بود. او خیلی عصبانی شد و شروع به کتک زدنم کرد، ولی چون می‌دانستم مدیر اجازه نمی‌دهد که به من آسیبی برساند نترسیدم. با او گفتم الگمیش تو خیلی ثروتمند هستی و من بگو چی طور من هم می‌توانم ثروتمند باشم. من هم قول می‌دهم تمام شب روی لوحه کار خواهم کرد و تا صبح آمادهش میکنم. او لبخند به من زد و گفت تو آدمی زیرک و جسوری هستی، من رو فریب نکنی. تمام آن شب کار کردم، پشتم درد گرفت و دودی چراغ سرم را به درد آورده بود تا جایی که چشمایم دیگر به زور میدید، ولی وقتی او فردا صبح برگشت لوحه ها آماده بودند. با او گفتم حالا به قولی که دادی عمل کن. تو عهده‌داری مربوط به خودت را در معامله امان انجام دادی پسرم. او مهربانانه به من گفت و من هم حالا آمادم که وظیفه خودم را انجام بدهم. من این چیزهایی را که دوست داری بدانی به تو میگویم، چون من پیر میشوم و زبان پیر همیشه دوست دارد بجنبد. و وقتی یک جوان برای نصیحت پیش یک پیر می آید دانش و خرد سالها را به دست می آورد، ولی خیلی وقتا جوان فکر می کند که پیر فقط دانش و علم روزهای را که رفتن می داند و بنابراین فایده نمی برد. ولی یادت باشد آفتابی که امروز طلوع می کند همان آفتاب است که وقتی پدرت به دنیا آمد طلوع کرد و همان آفتاب خواهد بود که زمانی که آخرین نبرد به دنیا می آید طلوع می کند. افکار جوانی نورهای روشنی هستند که مثل ستاره های درخشان که معمولا آسمان را از بالا مشعشع می کنند هستند، ولی دانش و حکمت این سین مثل ستاره ها ثابت هستند که اینقدر بدون تغییر می درخشند که ماهیگیرها می توانند از روی آنها راهشان را پیدا کنند. حرفای من را خوب گوش کن، چون اگر این کار را نکنی نمی توانی حقیقت را که برایت می گویم خوب به دست بیاری و ممکن است فکر کنی که این کار طاقت فرسایی شبانت بیهوده بوده است. سپس زیرکانه از زیر ابروهای غفصش به من نگاه کرد و با لحن آرام ولی بسا تاثیر بخش گفت من راه ثروتمند شدن را زمان یاد گرفتم که تصمیم گرفتم که مقداری از همه درآمدم را باید برای خودم نگه دارم و حالا تو هم آن راز را فهمیدی. بعد زیر چشم من را نگاه کرد، ولی می توانستم حس کنم که به من گفتنی دارد، ولی چیز دیگری نگفت.
از او پرسیدم همش همین بود؟ او جواب داد همین برای تبدیل قلب یک گیله‌دار به قلب یک قرض دهنده کافی نیست؟ پاسخ دادم مگر همه درآمدی که دارم مال خودم نیست؟ بیشتر از آن او پاسخ داد آیا به دوزنده چیز نمی پردازی؟ به کفاش چی؟ برای چیزهایی که می خوری چیز نمی پردازی؟ آیا می توانی بدون خرج کردن در بابل زندگی کنی؟ چی چیزی داری که نشان دهنده درآمدت در ماه گذشته باشد؟ در سال گذشته چی طور؟ نادان تو به همه پول می پردازی غیر به خودت. بی عقل تو برای دیگران غمخوری میکنی، برده هستی و کار میکنی برای چیزی که اربابت به تو میدهد که بخوری و بپوشی. اگر یک دهیه که از درآمدت را برای خودت نگه داری، بعد از 10 سال چقدر داری؟ دانشم در مورد عدد به کمکم اومد و گفتم اندازه 1 سال کار کردم. جواب رو نصفش رو درست گفت هر تنگه طلایی که پس انداز کنی برده است که برای تو کار میکند و هر تنگه برنجی که برایت در می آرد بچه آنها که آنها می تواند برایت درآمد آرد. اگر می خواهی ثروتمند بشوی باید پس اندازت نیز برایت پول بیارد و بچه آن هم باید برایت پول در بیارد، یعنی پس اندازت در حال کار کرد باشد تا همه با هم بتواند آن فراوانی را که آرزو دارد برایتان بدهد. تو فکر میکنی که در مقابل این کار سختی که این شب روی لوحه ها انجام دادی من روی سرت کلاه میگذارم، ولی اگر هوشی به چنگ آوردن حقیقت را که به تو میگویم داشته باشی متوجه میشوی که در برابر کاری که برایم کردی به تو پاداش 1000 برابر میدهم. بخشی از درآمدت مال خودت است. برای پسنداز نباید کمتر از 1 دهیک باشد. مهم نیست که درآمدت چقدر کم است، اگر بتوانی بیشتر هم کنار بگذاری بهتر است. اول سهم خودت را کنار بگذار. بیشتر از آن چیزی که برای خراجاتت میپردازی برای کفش دوز و لباس نپرداز. و باز هم برای غذا و بخشش مقداری کافی پول خواهی داشت. ثروت به مانند درخت از نوده خرد به افزایش آغاز می‌یابد. تنگه اولینی که شما صرفه می‌کنید آن نوده است که در رخت بایگری شما از آن کلان شدن می‌گیرد. چقدری که شما آن نونیحال را می‌شناسید همان درخت همان قدر کلان می‌شود و هرچی با ایمانتر با پسندازهای همیشگی و مداوم به آن غذا و آب دهی زودتر به خاطر جمع زیر سایش دم می‌گیری. این را گفت و لوحه‌اش را گرفت و رفت. در مورد چیزی که به من گفت خیلی فکر کردم و به نظرم منطقی نمود. بنابراین تصمیم گرفتم امتحانش کنم. هر باری که مزد معاش می‌گرفتم 1 دهیه که از تنگه هایم را یک جا کنار می‌گذاشتم و شاید غریب به نظر بیاید، ولی از آن موقع به بعد هیچ وقت پول کم نمی آوردم. تغییری را نسبت به قبل احساس می کردم. وقتی پسندازم شروع به رشد کرد هر وقت وسوسه می شدم تا به آن چیزهایی را که بازرگان ها به شتر و کشتی از فینیقیه می آوردن بخرم. زود پیش راه خودم را می گرفتم. 12 ماه از آن روزی که الگمیش رفت گذشت و او روز به نزدم آمده پرسید: پسرم، آیا تو در 1 سالی که گذشت حداقل 1 دهیک از درآمدت را برای خودت کنار گذاشتی؟ مغرورانه گفتم بله استاد. خوب است. در حالی که خوشحال بود جواب داد: و با آن پول چه کار کردی؟ آنها را به ازمور غشتچین دادم. آن میخواست به دیارهای دور سفر کند و در بندر تیر برای من جواهرات کامیاب و بازرگانهای فینیقیه بخرد. وقتی که برگردد آن جواهرات را به قیمت بالایی می فروشیم و درآمدش را تقسیم می کنیم. هر کودنی باید یاد بگیرد. درست است گفت او با غضب. ولی چرا به دانش غشتچین در مورد جواهرات اعتماد کردی؟ آیا تو برای کسب علم نجوم پیش یک نانپز می روی؟ نه. و پیراهنم قسم اگر کمی قدرت فکر کردن داشته باشی پیش ستاره شناس می روی. پسندازت از بین رفت جوان. درخت ثروتت را از ریشه برکندی، ولی یکی دیگر بکار. دوباره سعی کن و دفعه بعد اگر خواستی در مورد جواهرات کار کنی پیش یک بازرگان جواهرات برو. اگر میخواهی در مورد گوسفند چیزی بدانی باید پیش چوپان بروی. مصلحت چیزی که رایگان به دست می آید، ولی دقت کن که آن مصلحتی را که به دست می آری ارزش داشته باشد. کسی که برای سرمایه‌گذاری اندوخته‌هایش از کسی که تجربه در آن زمینه ندارد مصلحت نمیگیرد.
باید پسندازش را برای اثبات نادرست آن مشاوره خزینه کند. او این را گفت و رفت. چون فینیقی ها آدم های رذیل هستند، تکه های به ارزش شیشه را که شبیه جواهر هستند به ازمور می فروشند. ولی همان طور که الگمیش به من امر کرده بود، من دوباره آن یک از درآمدم را پسنداز کردم. ولی این کار دیگر برایم سخت نبود و برایم عادت شده بود. دوباره 12 ماه سپری شد و الگمیش برگشته به من مراجعت کرد. از دفعه آخر که دیدم چه پیشرفتی کردی، دوباره صادقانه پسنداز کردم. جواب دادم و پسندازم را به اگر زرساز سپاریدم که برنجی بخرد و هر 4 ماه یک بار به من اجاره می پردازد. خوب است. به فایدهش چی کار میکنی؟ به خوشگذرانی خوب با شراب عالی و خوراکای بامزه راه انداختم. یک لباس قرمز رنگ برای خودم خریدم. همین روزا باید الاغ جوان هم برای سواری بخرم. الگمیش به چی میخندید؟ تو بچه های پسندازت را خوردی. بعد چی طور از آن امیدوار هستی تا برایت کار کنند؟ و چی طور آنها میتوانند بچه بیارند و آن بچه ها هم برایت کار کنند؟ اول یک ارتش از برده های طلایی برای خودت درست کن. آن وقت از یک مهمانی اشرافی بدون تأسف میتوانی لذت ببری. او این را گفت و دوباره رفت. تا 2 سال بعد ندیدمش. روزی که دوباره پیشم آمده بود، چهرهش پر از خط و خود بود. چشمهایش پژمرده شده بود، دیگر خیلی پیر شده بود. و من گفت ارکه، به آن ثروتی که آرزو داشتی رسیدی؟ جواب دادم به همش که نه، ولی به مقدار به دست آوردم و درآمد ثروتم هم درآمد درست می کند. درآمدهای درآمد ثروتم هم درآمد درست می کنند. او آیا هنوزم از غشچینی ها مصلحت می پرسد؟ جواب دادم در مورد غشچینی آنها مصلحت های خوب می دهند. ارکه، او ادامه داد، تو درسهایت را خوب یاد گرفتی. اول یاد گرفتی که باید خراجاتت از درآمدت کمتر باشد. سپس یاد گرفتی از افرادی که در کار خودشان خوب هستند در همان زمینه مشورت بگیری و در آخر یاد گرفتی که چه طور سرمایه‌ات برایت کار کند. تو خودت یاد گرفتی که چه طور پول در بیاری، چه طور نگاهش داری و چه طور از آن استفاده کنی. بنابراین تا حال شایسته به جایگاه خوب است. من پیر می شوم. پسرهای من فقط در حال خوشگذرانی هستند و اصلا به پول درآوردن فکر نمی کنند. من منفعتی زیادی دارم و نمی توانم نگهبانی همشان باشم. اگر تو به نیمپور بروی و آنجا نگهبانی اموال من باشی، می توانم تو را شریک خودم بکنم تا تو در این زمینه سهم داشته باشی. بنابراین به نیمپور رفتم و در آنجا مسئولیت نظارت دارایی‌های الگمیش را به عهده گرفتم و برای اینکه سرشار از حس بلند پروازی بودم و در قانون‌های مدیریت کسبی ثروت استاد شده بودم، موفق شدم تا آن ارزش دارایی‌هایش را بالا ببرم. بنابراین کار و بارم افزایش گرفت و وقت الگمیش مرد، همان طور که در وصیت‌نامه قانونیش گفته بود، من در دارایی‌هایش سهیم شدم. ارکد این حرفا را زد و وقتی که حرفایش تمام شد، یکی از دوستانش گفت تو واقعاً خوش اقبال بودی که الگمیش تو را به عنوان جانشین و میراثدار خودش انتخاب کرد. تنها امکانیت من این بود که قبل از اینکه او را ببینم تصمیم گرفتم که پیشرفت کنم. برای 4 سال آیا با پسنداز 1/10 از درآمدم ارادم را برای رسیدن به هدفم به اثبات نرسانیدم؟ آیا شما ماهیگیری را که سالها روی رفتار ماهی‌ها را مطالعه کرده، طوری که با هر تغییر جهت باد می تواند تورش را در جهت حرکت آنها پهن کند خوش اقبال می نامید؟ امکانیت فقط برای وضعیت مناسب که هیچ وقتی را با آنهایی که آماده نیستند هدر نمی دهد. تو قدرت اراده قوی داشتی که بعد از این که پسنداز سال اولت را از دست دادی باز هم ادامه دادی. تو فوق‌العاده‌ای. یکی دیگر از دوستایش گفت قدرت اراده. ارکد جواب داد چی اندیشه؟ آیا فکر میکنی قدرت اراده توانایی بلند کردن بالی را که شتر نمیتواند بلند کند به انسان میدهد؟ یا توانی کشیدن بار یک گاو حتی نمیتواند یک تکان جزء برایش بدهد؟ قدرت اراده چیزی نیست جز تصمیم پایدار تا انجام کار را که برای خودت در نظر گرفتی به پایان برسانی. اگر وظیفه را برای خودم تعیین میکنم، هر چقدر خرد و کوچک باید تا انتها انجامش بدهم. چطور باید اعتماد به نفس را برای انجام کارهای بزرگ به دست بیارم؟ مثلا اگر با خودم میگویم برای 100 روز وقتی از روی پل کوپروک به سمت شهر میروم،
از روی زمین سنگ کوچکی را بردارم و به دریا بیاندازم. آن کار را انجام می دهم. اگر روز هفتم از روی پل گذشتم و فراموش کردم که این کار را انجام بدهم، به خودم نمی گویم به جایش فردا 2 سنگ می اندازم، بلکه به عقب برمی گردم و کارم را انجام می دهم و سپس به راهم ادامه می دهم. و مثلا در روز 20 به خودم نمی گویم ارکد، این کار بیهوده است. هر روز سنگ در دریا انداختن چه دستاوردی برایت دارد؟ 1 مشت سنگ بردار و بریز در دریا و تمامش کن. نه، هیچ وقت این را نمی گویم، همان طور که تا حالا نگفتم. وقتی به کاری مشخصی را برای خودم تعیین می کنم، آن را تا انتها انجام می دهم. به خاطر همین است که احتیاطکارم که کارهای سخت و غیر قابل عمل را شروع نکنم، برای اینکه از تناسایی لذت می برم. سپس یکی از دیگر دوستانش شروع به حرف زدن کرد و گفت اگر چیزی که میگویی درست باشد که عقلاً همین طور هم به نظر می رسد و اینقدر هم ساده باشد، اگر همه این کار را انجام بدهی دیگر ثروت کافی برای تقسیم کردن بین مردم باقی نمی ماند. ثروت هر جایی که انسان برایش قوه بگذارد رشد می کند. ارکد جواب داد اگر انسان ثروتمند برای خودش قصری بسازد، آیا پولی که او پرداخت می کند از بین می رود؟ نه، غیشچین قسمت از آن را می بردارد، کارگر قسمت از آن را می گیرد و معمار هم قسمت از آن را می گیرد و هر کس دیگری هم که در ساختمان آن قصر کار را انجام می دهد قسمت از آن ثروت را می گیرند و در عین حال وقتی که ساخت قصر کامل می شود، آیا به اندازه خزینه‌ای که برایشان انجام شده است نمی ارزد؟ و آیا زمینی که قصر در روی آن ساخته شده است به واسطه قصری که رویش بنا شده بیشتر نمی ارزد؟ و آیا زمینی که در شفت آن قصر قرار دارد به خاطر وجود آن قصر در کنارش بیشتر نمی ارزد؟ ثروت از راه‌های سحرآمیزی رشد می کند. هیچ انسانی نمی تواند حدود این رشد را پیش بینی کند. آیا فینیقی ها شهرهای بزرگی را با استفاده از ثروتی که کشتی های تجارتی آنها از دریا برایشان کسب کردند روی ساحل های خشک و خالی بنا نکردند؟ حالا چه پیشنهادی برای ما داری تا ما هم بتوانیم ثروتمند باشیم؟ یکی دیگر از دوستانش پرسید سالها گذشته است و ما دیگر جوان نیستیم و پسندازی نداریم. من به شما پیشنهاد میکنم که نصیحتی الگمیش را گوش کنید و با خودتان بگویید بخشی از درآمدی که دارم مال خودم، برای پسنداز این را آنقدر تکرار کنید تا آن در پیش نظرتان همیشه بایستد و در ذهنتان ثبت بشود. خودتان را تحت تأثیر این ایده ها قرار بدهید. خودتان را در اندیشه غرق کنید. سپس هر مقدار نوابسته از آن که کم است برای پسنداز مد نظر قرار بدهید. نگذارید این مقدار کمتر از 1/10 که درآمدتان باشد و پسنداز کنید. اگر لازم شد بقیه خزینه هایتان را با این کار هماهنگ کنید، ولی اول از همه پسندازتان را کنار بگذارید. خیلی زود متوجه می شود که چه احساس قدرت برایتان دست می دهد. وقتی صاحب خزینه باشید که خودتان جمعش کردید، وقتی که این خزینه رشد می کند شما را تحریک می کند. لذت جدیدی از زندگی شما را به هیجان می آورد. تلاش های بیشتری انجام می دهید تا درآمدتان بیشتر باشد. به خاطر همین درآمدتان زیاد می شود و به همان نسبت هم مقدار پسندازتان بیشتر می شود و مقداری که زندگیتان را به آن می چرخاند. سپس یاد بگیرید که خزینه برای شما کار کند. آن را برده خودتان بکنید و بچه های آن و بچه های آن را برای خودتان به کار ببندید. درآمدی را برای آینده خودتان تنظیم کنید. به افرادی کهنسال نگاه کنید و فراموش نکنید که در آینده شما هم جز این گروه خواهید بود. بنابراین خزینه‌تان را با دقت تمام سرمایه گذاری کنید که از دست نرود. وعده های سخاوتمندانه سودخوران که فایز بلندی پسندازها را وعده می‌دهند با خوشگفتاری و لطف و مرحمت با دام خود می‌کشند، اما بعد آنها را به تلخی هلاکت محکوم می‌کنند. همچنین خانواده های خودتان را همیشه تأمین کنید تا از خدا نخواهند که شما را به آن دنیا ببرد. برای این کار می توانید قانون های معینی را در نظر بگیرید. مثلا پرداخت های مشخصی را در فاصله زمان معین به خانواده‌تان انجام بدهید. انسان صرفه‌جو با هدف ثروتمند شدن هیچگاه مقدار زیادی پول نقد را در دسترس قرار نمی دهد. با انسان های عاقل مشورت کنید
دنبال مصلحت افرادی باشد که کار روز و شبش پول کار کردن است. اجازه بدهید آنها شما را از اشتباهی که من در سپاریدن اولین پسندازم و از مور غشچین انجام دادم نجات بدهند. یک فایده کوچک و مطمئن خیلی خوش آینده تر از یک خوف بزرگ است. از زندگی لذت ببرید. زیاد به خودتان فشار نیارید و دنبال زیادی از حد پسنداز کردن هم نباشید. اگر 1/10 از درآمدتان مقداری که به راحتی می توانید آن را پسنداز کنید، به همان مقداری کم قانع باشید. با توجه به درآمدتان از زندگی لذت ببرید و اجازه ندهید خسیس باشید و از خرج کردن پول نترسید. زندگی خوب و سرشار از چیزهای با ارزش لذت دارد. دوستانش از او تشکر کردند و رفتند. برخی ساکت بودند زیرا هیچ گونه تصوری از حرفای او نداشتند و حرفایش را نمی فهمیدند. بعضی ها طعنه می زدند که آدم با این همه ثروت باید امکانات خود را با دوستان قدیمی خود قسمت کند. ولی برخی از آنها در چشمهایشان نور جدید می درخشید. آنها می دانستند که الگمیش گاه گاه به اتاق کاتبان برمیگشت و به مردی که راهش را از تاریکی به سمت نور پیدا میکرد نگاه میکرد. وقتی آن مرد نور را که در جای منتشر بود پیدا کرد، هیچ کس نمیتوانست جای او را بگیرد تا زمانی که او روی درک و فهم خود کار کند و برای آن فرصت طلایی آماده شود. این دسته آخران آنهایی بودند که در سالهای بعدی از نو پیش ارکد می رفتند و او هم با خوشحالی از آنها استقبال می کرد. با آنها مشورت می کرد و دانش خود را به صورت رایگان، همان گونه که مردانی با تجربه از انجام آن همیشه لذت می برند، در اختیار آنها قرار می داد و به آنها کمک می کرد تا طور پسندازهایشان را سرمایه گذاری کنند تا با لذت و امنیت همراه باشد و در سرمایه گذاری های بیهوده از بین نرود یا بند نشوند. نقطه گردش در زندگی این انسان ها روزی بود که حقیقتی را که الگمیش به ارکد و ارکد به آنها منتقل کرد باور کردند. بخشی از درآمدتان مال خودتان است برای پسنداز.